خانم منم مال برزیله. شبنم خانم برزیلی ان؟ آها بچه کوچیک بوده رفته برزیل دیگه بوده. پس پیوند رو همه جوره برقرار کرد. شما وقتی میگین مثلا آبادان برزیلیته، من رفتم برزیل، رفتم توش. من رفتم برزیل دختر گرفتم ازشون توش. برزیل وقتی بعد که ما رفتیم ما برزیل که رفتیم بعد دیدم راست میگن مثل آبادان و برزیل، به خاطری که رد میشی به قیافه ها همه جنوبیه. خیلی خوبه. یعنی تو برزیل میرفتین میگفتین سلام کا. تیم فوتبالشون هم چهره‌ها شبیه جنوبی ها دیگه. راست میگم، مردم حق دارن شبیه جنوبی هستن. جا با شبنم خانم آشنا شدی؟ نه اونجا نه، اونجا رفتم خونه‌شون، پدر مادر زندگی میکنن. خواستگاری رفتین؟ آره تقریبا آره رفتیم.